بهزاد گفته که 5 سال ترامادول میخورم، الان روزی نصف بیدو استفاده میکنم، ضرر داره یا نه؟ اما اگه نخورم تشنج میزنم یا نه؟ تو رو خدا جواب بدید، خیلی میترسم. گفته بعد الان ترامادولشون قطع نکردن یا نه، 5 سال ترامادول میخوره، الان روزی نصف بیدو داره استفاده هیچ میکنه. ایرادی نداره. نصف بیدو واقعا اگر ترامادول رو گذاشتین کنار و نصف بیدو استفاده میکنید هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. همینطوری که گفتم قرص بیدو زیاد ضررساز نیست و باز خدمت بیماران عزیز میگم پزشک دلسوز و خوبی که مرکز فعال و خوبی که مشاوره های قوی داره مراجعه بکنید و دارو و بیدو رو از خود همون مرکز تهیه کنید، چون داروهای قلابی بیدو خیلی تو بازار اومده که خیلی شبیه داروهای وزارت بهداشته ولی قلابی هست و با مواد دیگه ساخته شده. ولی نصف قرص بیدو هیچ مشکلی نیست. بعد از یه مدت هم هیچ نگران نباشید، میتونید خیلی ذره کم بکنید و بیدو رو هم بذارین کنار. اکبر 1 سال و 3 ماه پاکه، تشکر کرده از برنامه، ما هم ازش تشکر میکنیم. فرج 6 ماه پاکه، خیلی خوشحالم. گفته از میانه به فرج عزیزم تشکر میکنم. من یه دوست داشتم به نام فرج ولی فکر میکنم الان باز 60 سالش اینا باشه تو میانه، نمیدونم اینه یا نه. بعد مهدی از نیشابور گفته که تشکر از برنامه خوبتون، من با حرفای شما پاک شدم. مهدی از نیشابور، درود میگیم به مهدی. و میریم حالا سوالایی که در رابطه با، ببینیم چی های دکتر در رابطه با شیشه. میگه که خسته نباشید از وضعی که برام پیش اومده. میگه که محمد از تهران میگه که شیشه میکشم، از این وضع خسته شدم، لطفاً راهنمایی کنید که چجوری بتونم بذارمش کنار. بله. خب درمان شیشه اگر ایشون خودش راغب هست که انشالله شیشه رو بذاری کنار، بستگی به مقدار مصرف و سالیانی که استفاده کرده. یه سوال مشابه هم هست که آی دکتر اینم بگم که هر جفتشون، اسماعیل از مشهد، اونم 2 سال شیشه میکشه، گفته چطوری ترک کنم که جفتشو پاسخ داشته باشه. ببینید درمان شیشه درمان دارویی و مشاوره های جلسات روانشناسی، گروه درمانی و خانواده درمانی هستش. این درمان هر کدوم از این دو درمان نباشه درمان کاملی اتفاق نمیفته، چون بیماری مصرف شیشه یک اختلال روحی و جسمی هستش. بیمار با مصرف شیشه ابتدا یک حالتهای نشاط‌آور اولیه‌ای رو تجربه میکنه ولی بعدش دچار سوء ظن، بیخوابی، بی‌اشتهایی، توهمات شنیداری و توهمات بینایی و اختلالات خلقی وسیع براش اتفاق میفته. روی تمام سیستم اعصاب مرکزی و قلب اثر تخریبی بالایی ایجاد میکنه. مصرف شیشه، کسانی که مصرف شیشه دارن 24 برابر از افرادی که مصرف شیشه ندارن احتمال ایست قلبیشون بیشتره. یعنی یک جوان 30 ساله، یک جوان 40 ساله 24 بار احتمال ایست قلبیش بیشتر از کسیه که مصرف شیشه نداره. به خاطر چی؟ به خاطر گرفتگی عروق، لخته شدن عروق قلب و از بین رفتن بافت عضلانی قلب این اتفاق میفته که ما به اصطلاح میگیم کاردیومیوپاتی. یعنی قدرت ضربان قلب کاهش پیدا میکنه، قدرت انقباض قلب کاهش پیدا میکنه و بیمار یک احساس دردی توی ناحیه قلب و پشت سینه‌اش میکنه، در ناحیه شکم میکنه که این درد میتونه به یک ایست قلبی ناگهانی بیانجام.
پس همه اینها، همه این مسائل در کنار مسائل روحی روانی میطلبه به اینکه شما به یک پزشکی مراجعه بکنید که همه این مسائل اطلاع داشته باشه و یک درمان کامل از لحاظ دارویی و مشاوری برای شما بذاره که بتونید راحت بذارید کنار. قطع شیشه راحت هست. خیلی ها میگن ما 3 روز دکتر استفاده نمی کنیم میذاریم کنار، ولی بعدش 2 مرتبه تو سرمون میپیچه که بخوایم مصرف شیشه داشته باشیم. برای اینکه این حالت بهتون دست نده، اون داروها و اون جلسات نیاز هستش که باعث میشه شما هم متنفر بشید از شیشه، هم راهکارهایی رو به شما آموزش میدن، راهکارهای جلوگیری از وسوسه، راهکارهایی اینی که شما یاد بگیری، تعلیم بگیری، نگفتن خیلی محکم و قطعی به لحظاتی که وسوسه و عامل وسوسه و موقعیت وسوسه داره برات اتفاق میفته و شما بتونی مقاومت داشته باشی. مصرف شیشه به همراه متادون یا ترامادول یا مشروبات کشنده است، بی برو برگرد، خیلی خطرناکه. مصرف کنندگان شیشه به هیچ عنوان صلاح نیست که به کمپ برن، مخصوصا اونایی که در شرایط حاد و وضعیت به هم ریخته از لحاظ روحی هستن و دچار پرخاشگری هستن. اینها اگر ارجاع بشن به یک کمپی که شرایط مناسبی نداره، میتونه باعث افزایش مشکلات روحی روانی و بیماری سوگ و بیماری افسردگی شدید بشه و PTSD بده، یعنی دچار یک استرس بعد ثانویه. یعنی بیمار وقتی که حتی قطع مصرف شیشه داره، من الان مواردی داشتم که بیمارانی میان در مرکز ما مراجعه میکنن، نه تنها توهماتشون رفع نشده بلکه یک آن حالتهای روانپریشی پیدا میکنن که به شدت به هم میریزن. تستشون کاملا منفیه ولی متاسفانه اون ضایعه به خاطر برخورد ناشیانه کمپ براشون باقی مونده و این مشکل براشون موندگار شده. حتما مراجعه بکنید که یک مرکزی که انسیتوی مراجعین و مرکز سانترالی باشه برای مراجعات بیماران شیشه، یعنی امثال شما رو درمان کرده باشن. هیچ داروی جایگزینی از دست قبیل مثل متادون و بیدو صلاح نیست برای کسی که مصرف شیشه داره یا مصرف ترامادول. بخواد کسی قطع مصرف شیشه بکنه، بخواد ترامادول یا متادون یا قرص بیدو استفاده بکنه، اینها هیچ کدوم درمان قطعی نیست برای مصرف شیشه. یه سری داروهای دیگه هستش که از دسته داروهای ضد افسردگی هست که اونا طبقه بندی شده که بعضی از داروهاشون مطرح کننده هستش که الان توی پروتکل‌های تحقیقات علمی خیلی مطرحه و جوابدهی خوبی داشته به همراه جلسات مشاوره. بله. میگه که با سلام با آقای اسماعیل و دکتر کریمی که با ما بیماران همدردی میکنید. سهراب هستم، نزدیک به 5 سال پاک هستم و واقعا لذت میبرم. و یه دوست دیگه ای گفته که خواهشاً در مورد کپسول هندی توضیح بدید. بله. کپسول دتای هندی ترکیباتی از فلفل، کورتون و ترامادول هستش که تو تستایی که ما از بیماران گرفتیم، تست ترامادول مهرس شده که در این کپسول ها گذاشته میشه برای اینکه وابستگی بیماران بهشون زیاد بشه. من تعجب میکنم نظارتی بر عطاری ها نیست متاسفانه و خیلی راحت پشت شیشه هاشون زدن ترک اعتیاد 100% تضمینی و هیچ کسی نیست که به این عطاری ها بگه که شما با چه تضمینی، با چه مجوزی داری توی وارد کادر درمانی و داروسازی میشی و حداقل سواد یک کسی که حالا عطاریای قدیم باز یک علمی از طب ابوعلی سینا، یه مطالعه از طب و رضا این چیزا داشتن، اما این عطاریایی که الان من میبینم
که هیچ دارویی رو نمیشناسن، راجع به گیاهان هیچ اطلاعی ندارن، اقدام به کپسول سازی میکنن و متاسفانه من فکر کنم فقط ایران هم همچین حالتی رو داره. کشور دیگه به این راحتی حتی داروخونه هاش اجازه ندارن دارو سر خود بدن. پزشک به راحتی تو کشورهای دیگه دست به نسخه نمیشه و دارو نمیده. اگرم میخواد تجویز قرص و کپسولی بکنه، انقدر شبکه سیستم دارویی با پزشکان متخصص و کادر درمانی مسئولین فنی داروسازی با هم مچ هستن که حساسیت‌های دارویی یک بیمار قابل شناخته شده است، حتی تداخلات دارویی رو در نظر میگیرن. اما متاسفانه ایران به راحتی نزدیک خود مرکز ما هم هستش که خیلی عطاری‌ها، من میخوام بگم که فرهنگ ما ایرانی‌ها انقدر این برنامه‌ها رو داریم میشنوید، باز بخواید برید اقدام بکنید به دوستانتون و خودتون گوشزد بکنید به عزیزانتون که خودسرانه مصرف این کپسولا رو نداشته باشن، جز اینکه مشکلتون بیشتر بشه و پولو دور ریخته باشین و هیچ مشکلی ازتون حل نشده باشه، اقدام به خریدن این کپسول ها نکنید. البته خب باز اینم بگیم که ما مشکلی با عطاریا نداریم، به هر حال زندگی روزمرهشون رو از اون شغل تأمین میکنن، ولی حداقل عطاریا هم چیزی رو که خودشون اطلاع ندارن به خاطر پول نیان این کار رو بکنن. و حالا بس ببینیم که اصلا چه دستگاه و یا چه ارگانی نظارت داره بر عطاریا. مثلا تو اروپا، تو امریکا و یا تو ترکیه عطاریات زیر نظر همونجوری که به داروخونه ها نظارت میشه، همون نظارت هم بر عطاریا وجود داره و نمایندگی مارکی رو دارن. مثلا شما باز حتما برید مثلا مارک لقمان حکیم هستش، شما مارک لقمان حکیم میرید از وزارت بهداشت درمان مجوز میگیرید و فقط داروهایی که از لقمان حکیم تولید میشه رو با نظارت دارویی وزارت بهداشت توزیع میکنید در سراسر کشور. اینجوری نیست که هر دو قدم یکی بیاد یه عطاری بزنه هر چی دلش میخواد بفروشه. مثل مارک نیچر آمریکا هستش که داروهایی داره که خب بیس داروهاش همه داروهای گیاهیه و طب سنتی رو به شدت طب پسندیده و پذیرفته شده است که الان دانشکده طب سنتی هستش. ولی درسته برای عطاری ها واقعا دارن فعالیت میکنن، ولی این سودجوییه. من هیچی جز سودجویی راجع به این نمیتونم بذارم. کسی که دچار مشکل شده، شما که هیچ اطلاعی از چیز نداری، یه چیزای حجوی رو از کورتون و فلفل و اینا رو میریزی توی کپسول و ترامادول رو میکوبی میاد و بدون مسئولیت جون اون مریض بر عهده شماست و میتونه از شما شکایت بکنه و پیگیری بکنه. شما اجازه نداری که کپسولی رو دارویی درست بکنی که بدون نظر وزارت بهداشت باشه. من مواردی داشتم که با کپسول گیاهی تشنج کرده و حتی بعد از مدت احساس کرختی در یه قسمت سر بیمار همینجوری باقی مونده و این مشکلات برای بیماران هستش. حتی داروخونه‌هایی رو من دیدم که اقدام به فروش کپسول کردن، مثل پاورپوینت یا بعضی از کپسول‌های ماهواره‌ای رو به صورت زیر میزی به بیمارانی که تشخیص میدن چهره اعتیاد داره بهشون پیشنهاد میکنن و فقط برای یک سودجویی این کارا رو میکنن که به نظر من چیزی جز خیانت نمیشه اسمشو گذاشت. شما برای یک مش پول میخوای مشکلی رو مشکل بیماری که اومده ازت کمک میخواد بطلبه، جز اینکه مشکلی روش اضافه بکنی چیزی دیگه ای نیست. حتی دکتر